Hello guys, what's up من تو گیم شده هستم اومدیم برای این ویدیو. بله بچه اومدیم آموزش 0 CPS بهتون بدم جون. اومدیم آموزش بدیم خیلی راحت تو چند دقیقه یاد بگیرید بزنید عشق کنید. این حرکت شما یه بلاک معمولا میذارید جلو، خب پیکسل 4 سوم بین اینا، بین پیکسل 4 سوم وای میسید میاد جلو. حالا که اون جلو اومدید بین همین کنارا آمدید مشکلی نیست، فقط دیگه زیاد نیایید بالا، مثلا تا اینجا نرسید. بعدش که این حرکت رو شما انجام دادید میاید کلیک راست رو میگیرید میاید عقب و شروع میکنید به پریدن. حالا میبینید که من دارم قشنگ راحت میزنم. نکنید دوستان، اینجوری نیستش که بگید وای چرا الان نمیشه، وای چرا نمیشه. من این روشی که بهتون میگم درسته. خب یه تایمینگی داره که شما باید یعنی AUT رو به زمان درستی بزنید. همین رو باید عادت کنید. نکن بلاک 4 3 اینا بین اینجا میاد جلو میگیرید میرید. نکنید الان من یه اشتباهی کردم، مثلا اینجوری شد. خب این حرکت اشتباهه. حد اکثر 2 تا بلاک بذاره، نه مثلا بیشتر. خب نکنید اصلا همینجا هم باشه اوکیه. نکنید 2 تا بلاک گذاشت، همین 2 تا بلاک جوابه. شما سعی کنید از کنار بیاید، چون اون مدت زمان سمت راسته کار میکنید که شما همون اول کاری بتونید بریج رو شروع کنید. من حالا دارم یه ذره اینجوری بهتون میگم، راحت میتونید بزنید. اصلا همون دقیقه اومدید، اگه پشت سر هم نزنید یه ثانیه‌ای برید که اونجوری بشه خیلی خوب میشه. همون دقیقه میتونید بزنید. اصلا سیستم تایمینگش خیلی اوکیه. ها کنید الان این 3، خب میرید بین 4 میرید جلو، اومدید جلو بلاک میذارید میرید. نه کنید الان من بد گذاشتم، بازم 3 تا شد. همون 3 تا شد یه ذره سیستم تایمینگ اینا اذیت میشه. میدونید چرا بهتون میگم که باید بیشتر از 2 تا نشه؟ نه کنید وقتی که بیشتر از 2 تا میشه یه ذره کنتر عمل میکنه، انگاری همون کنتر عمل کرده شما رو سر به هیچ میندازه. الان من یهویی مثلا دارم میزنم، همون یهویی داره بدش میکنه. الان بهتون نشون میدم یهویی بزنید چی طوری میشه که بهتون میگم نزنید. دیدید مثلا میتونید یهویی میزنید میشه مثلا کنار رفته باشید بزنید، ولی بازم در هر صورت نمیشه. با تایمینگش رو یاد بگیرید. هر بریج تایمینگی داره، حتی فست بریج.